سلام، خوش اومدید به اولین ویدیوی تحلیل روزانه طلا روی کانال پیپانترز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین و حالتون خوب باشه توی این شرایط. میخوام هنوز تحلیل طلا رو داشته باشیم براتون و اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب توی تایم‌فریم دیلی یه روند صعودی رو داشتیم همونطوری که مشاهده می‌کنید و بریم دونه دونه به تایم‌فریم پایین‌تر چک بکنیم. خب همونطور که میتونید ببینید یه کانال نزولی داشتیم اینجا که از وصل کردن این نقطه به این نقطه بهش رسیدیم و شکستش رو روز 2 جون داشتیم و پول بک زده به همون سطح کانالمون و سودش رو ادامه داشته اینجا 9 جون. برای معامله‌ای که میتونیم بگیریم، اول اینکه این سطح مقاومتی رو و بکش اینجا داشته باشیم و از شکست و تغییر روند که نمیشه گفت، چون این یه اصلاح بوده، چون از قبل روند سودی بوده. برای گرفتن ما ترجیحاً معامله بای میگیریم. الانم که جنگ هستش، امیدواریم که زود جنگ تموم بشه. توی جنگ طلا همیشه روند سودی داره و الانم ما ترجیحاً دنبال معامله‌های بای میگردیم، پس باید دنبال بهونه باشیم تا وارد معامله بای بشیم. خب ما از دو جهت میتونیم دنبال سل که کلا نمیگردیم، حتی اگه بریزم ما سل نمیگیریم چون منطقی نیست تو این شرایط. البته اگه طبق استراتژیتون داد که خیلی هم عالی، ولی ترجیحاً بای نگیریم بهتره. خب برای وارد شدن معامله بای توی این هفته پیش‌رو که داریم، میتونیم یک با ریاکشن خیلی خوب به این باکسی که اینجا داریم که یه محدوده مقاومتیه برامون، میتونیم با یه ریاکشن خوب به اینجا با سیگنال بارو کیبار وارد بشیم، یا یه ریاکشن خوب به این کانالی که از بس کردن اینجا به اینجا بهش رسیدیم و داریمش، واسه این میتونیم وارد بشیم و ببینید تنفر پایین‌تر و میتونیمش تا بالاترین نقطه پولبکمون بگیریمش. البته اگه بشونه اون نقطه رو و پولبک بده بالاتر هم میره، ولی ما تا اینجا باش وارد میشیم. البته هر روز آپدیت میذارم براتون که بهتون بگم چه اتفاقی افتاده، اگرم که بستگی داره چه عکس العملی نشون بده. ولی این تایم‌فریم پایین‌تر، من اینو براتون رسمش بکنم، از بس کردن این نقطه و این جزء کلاسیک پترن هستش که توی پرایس اکشن یاد میگیریم که خیلی نمیشه بهشون اتکا کرد، ولی میتونه نقطه ورود قشنگی بهمون بده. با شکستش رو بالا میتونیم اینجا وارد معامله باشیم، چون ممکنه برنگرده به اینجا و حتی ممکنه مارکت با گپ باز بشه به خاطر اخباری که اتفاق میفته. ولی ما الان سه تا روش به ورود داریم. خلاصه بخوام جمع بندی کنم، یه دونه شکست این مثلثمون رو به بالا، یه دونه برگشت به این ناحیه رو به بالا. حالا میتونه هر جور باشه دیگه، طبق استراتژی خودتون با کندلای سه تا وارد بشید. میتونه یه پین بار باشه با یه انگولفینگ بار بعدش، از نقاشیم خیلی خوب نشد ولی بله میتونه یه پین بار باشه با یه انگولفینگ بار بعدش توی تافر بالا و بعد تاییدیتون رو بیارین تافر پایین‌تر بگیرین که حسابتون خیلی بزرگ نشه، حسابتون هم پشت این محدوده میذارید. اگر نه برگشت به اینجا شکون و اومد به کانال، باید مواظب باشیم، چون اگه اینجوری بشکنه ممکنه ریزش داشته باشیم. ولی اگه عکس العمل خوبی به این کانالمون نشون داد، میتونیم از روی کانال هم وارد بشیم و تا این سطح بگیریمش. بستگی داره که ریاکشن مارکت از دوشنبه چطور باشه. امیدوارم روز خوبی رو داشته باشین. آرزوی سلامتی میکنم برای خودتون و خانواده‌تون. توی این شرایط ما کنار هم باشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. اگه انتقادی، پیشنهادی، چیزی دارین توی کامنت ها، خوشحال میشم جوابتون رو بدم. و سابسکرایب فراموش نشه، دکمه زنگوله رو روشن کنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم براتون بیاد. تا درودی دیگر.